فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و سوال بعدیش این در رابطه با هم بود که وقتی به سجده میرم به زبان فارسی دعا میکنم، بعضی میگن باید به زبان عربی باشه. در دعا یعنی در نماز تمام اذکار و اورادی که وارد شده، دعاهایی که و اذکاری که در سجده، در رکوع، در قیام، در جلسه و در التحیات ثابت شده، تمام اینها یک بعد تعبدی رو داره. یعنی ما مکلف هستیم که عین این جمله رو بر زبان بیاوریم، دقیقاً اون چیزی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده اون رو بر زبان بیاوریم، سعی بکنیم نه اضافه نکن. میتونیم یعنی تمام یک جا بخونیم یا از این اذکاری که وارد شده نصفشون رو بخونیم یا کمتری بیشتر بخونیم، اما اون چیزی که به اصطلاح ثابت نشده از رسول الله صلی الله علیه و سلم که در نماز این دعا رو خونده باشه، اون دعا در چی یعنی به صورت کلی یعنی نه اینکه جایز نیست، اما انسان احتیاط بکنه که اون دعا رو نکنه. و به زبان فارسی در نماز یعنی نه قرائت فارسی جایز هست و نه اذکار و دعای فارسی جایز هست. این یک به اصطلاح تعبد هست و همون الفاظ عربی رو که بخونیم اون ثواب خاصی داره و تقرب خاص. و اگر در نمازهای نفلی یا مستحبی کسی در سجده یا کلا به جز نماز میتونه رفت به سجده و دعا کرد به فارسی یا به زبان دیگه؟ به صورت کلی در نماز به زبان فارسی یا هر زبان دیگری دعا کردن جایز نیست، که این یک جنبه تعبدی رو داره، به زبان عربی و دعاهای معصور رو بخونن. اما در غیر نماز بعد از نماز هیچ گونه اشکالی نداره، به هر زبانی که میخوان دعا بکنن.